کارمندان گمرک فرودگاه شهر سورگوت روسیه از یک مسافر هواپیمایی که از شهر خوجند تاجیکستان آمده بود 78 جفت پایافزال ملی نو محصی را یافته مصادره کردند. این بار وزنش تقریبا 15 کیلو را شهروند تاجیکستان از وطنش بدون اعلامیه گمرکی میخواست به روسیه وارد کند. ایگور گالوزین سردار پاسگاه گمرکی فرودگاه سورگوت در شرح این حادثه گفت با نظر داشت مقدار و گوناگونی اندازه های معصیه یافت شده قرار شد که این پایافزال را به مالهای مربوط به استفاده شخصی شامل نمی کنیم، اما برای وارد کردن مالهای تجارتی شهروند تاجیکستان می بایست اعلامیه گمرکی پر می کرد و باج گمرکی می سپرد، ولی او از این کار سرپیچی کرده است. همچنین در همه 78 جفت معصیه مصادره شده تمغه مشهور ریبوک زده شده بود. گمان است که در این شرکت جهانی حتی خبر داشته باشند که آنها در تاجیکستان به دوختن پایافزال‌های ملی تاجیکی معصی مشغول می باشند. نسبت به شهروند تاجیکستان بر اساس دو ماده کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه ماده های 16 دو پر نکردن اعلامیه گمرکی و 14 ده استفاده غیر قانونی برندها پرونده های مأموری ترتیب دادند. به او جریمه با مصادره معصیه‌اش تهدید می کند.